به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک میخواستیم درباره آخر رمضان است، درباره تبریکات رحمانوف صحبت بکنیم و درباره سفر رحمانوف به ولایت سوخت که عید نوروز اینا تا امروزه جشن دارند. ما مسلمان یک روز عید داریم، همون را نمیمونند که عید بکنیم. اینا از روز 21 تا 29 دوران عید کردن. در ماه شریف رمضان این خزانه که برآورده رقص کردن، این سرود خواندن، این چی معنی داره؟ برای یک دولتی که 90 چند درصد اونا میگه که مسلمان در رمضان رقص میکنه، میدونه که میگن که اگر چی ثواب باشه 10-15 درجه زیاد میشوه، گناهش هم باشه همچنین. اگر مسلمان باشن همین خزانک ها، انشالله که نوار میمونم در دوامی برنامه انشالله که میبینیم. من چی گفتنیم؟ نخواد که مردم ما تا این درجه را اومدگی، همین خواهری کسی نه همینا، یا که مادری کسی هستن یا اپای کسی هستن. تاجیکستان این خزانک از دیدام نداره، این که اینو همش اگر از دیدام باشن. این روز مردم اگر یکون چی بگوی میگه که اونا از دیدام هستن، اونا به پدر و به مادر هستن. به همین خاطر برادرای عزیز خیلی میمونم ویدیو انشالله که بعد با صحبت میکنیم. خب یکم تبریک رحمانوف هم میمونیم که چه رحمانوف تبریک مینه. خب که رمضان انجام می‌یابد و فردا عید سعید فطر فرا میرسد. به مناسبت این آیین مبارک دینی و اعتقادی، تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک فرد کشور روزگار با سعادت و برای وطن عزیزمان صلح و ثبات جاودانه آرزو می نمایم. صلح و ثبات. شما بینه که یک نفره که 30 و چند سال شد رئیس جمهوره، 30 و چند سال، این یک روز دو روز نیست. خواندن اینا را بینه که درباره یک عید شریفی رمضان برآمدن هموطنات تبریک کردن، ای روی کاغذ یا که روی گزیت برآمده خوندن. نخود دو جمله را شما نبرانه برای همین دستات دارم خیلی تبریک کردن نتونید. در 30 و چند سال شما اگر یک کلمه از یاد میکرده ولی 30 و چند کلمه بود، همون 30 و چند کلمه خیلی شما ولی تبریک کرده به مردم. متاسفانه امروز میبروی ما مخالفین کمبودی های حکومت هم میگیم که حکومت این همی کمبودی ها را داره، کمبودیاش میلی میگم که یک بی‌سوادن، یک اداره کردن نمیتونن. این چیزا میبروی میگیم نشان میتیم به مردم. نمیدونم متاسفانه مردم دارن امروز خاموشن. برادر عزیز خاموش نباشه. نسبت ظلم خاموش ایستادن این خود ظلم است. به همین خاطر دستگیری بکنین، ما را دستگیری بکنین تا اینکه یگان کار کرده بتونیم. خب برادران گرامی قدر، چی گفتنیم؟
ما را تای 100 نفر زیادتر تماشا داره. خواهش میکنم که بمونین برادر عزیز، لایکاتون، فکر نظرهاتون در کامنت ها بنویسید، به طرف نباشید. خب 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 وقتی برنامه ده خواهش میکنم زنگی واتساپی نکنید. کسانی که میخوان صحبت بکنن مرحمت لینک در زیر نوار گذاشتگی یا که در کامنت هست، میتونه که وارد استودیو شوید، فکر نظرهاتون رو بگین. خب برادران گرامی قدر، لایک ها رو بمونه برادران عزیز، پدیلید بکنیم به یار و دوستاتون. بیاین انشاءالله که آخرین روز رمضان صحبت بکنیم، تبریک بکنیم مردم شریف تاجیکستان، هموطنای خدا. یک کار بکنیم که به یک خلاصه بیاییم که مخالفین سرجم بشیم و یک برنامه بکنیم که یک قدم پیش بریم. همین از هدف انشاءالله که میخواهیم که به هدفمون، به هدفهای نیکمون خداوند ما را برسونه. خب که درباره سفر رحمانوف امروز انشاءالله که کمی صحبت میکنیم. خب 29 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии наврӯз вохӯрии сеҷонибаи сарони давлатҳои тоҷикистон, узбекистон, қирғизистон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатори иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси вилояти Суғд, дигар шахсони расмӣ ва гурӯҳи ҷавонон бо самимияти беандоза ва рӯҳияи болида истиқбол гирифтанд. ассалому алайкум. ҳамишада ман кам тара комент мекунам ва иншоалло ки бодалши нигоҳ кунед ки Раҳмонов танҳо худаш дар бораи қолин мерава, на раиси ӯ ҷавонон, на раиси вилоят. ҳамун қолин барои кия? агар иноро дар бораи ҳамун қолин бираванд, қолин ғайҷ мешавад. ин Раҳмоновай дониста бигире ки Раҳмонов дар ҷои раҳ мегарда, бояд ауҷо беғарзи Раҳмонову фарзандашу аҳлу оилаш ягон каси дигар бояд набошад, ё ки ягон нафар агар бироянд таъриф бикунанд, ин чиз бояд набошад. ӯ одам ё кушта бояд шавад, ё ки зиндон. ина Раҳмонов меган. ин ба ягон инсон раҳм надорад. ба ҳамин хотир ман чӣ гуфтанем? ина раиси вилояти Суғд, та ҳамқа ҳурмат иззат надорӣ ки Раҳмонов тара дар бараш дар ҳамн болаи ҳам қолин бигирад. шумо айда пара меред, Раҳмонов дар байн. Раҳмонов ку ай осмон наомада. Раҳмонов сара либос надошт вақти сари қудрат омад. ба ҳамин хотир барои шумо раҳм неста. биёе ягон кор бикунем ки Раҳмонова яктарафа бикунем, як ҳукумате бисозем ки ҳамашумул боша, ҳар кас аз ҳаққу ҳуқуқи худаш талаб карда битона. раиси ноҳия ё ки раиси ҷавононе ки имрӯз доран Раҳмонова вомехӯранд қатиш, бояд ҳарсаш дар бораи қолин бираванд. ин чие ки Раҳмонов дар бораи қолин мерафта, ё ки қолина намедохте, ҳаматон дар асфал қатӣ мерафтед. шеъра гӯш мекунем. ин хеле шеъра хеле лашид гӯш кардагӣ набуде. мерем. меҳру муҳаббати самимонаи мо ба шумо, фарзона фарзанди замон. ассалом, садри азизи мардуми ободкор, пешвои раҳнамову дар қират овозадор. марҳабо, бар Суғд
صد افتخار. مرحبا بر سرزمینی بوی گلهای بهار، پیشوای سربلندی تاجیکانی تاجدار. خوش آمدید به سوگدی باستان، نوروزتان مبارک پیشوای معظم ملت. خوش آمدید پیشوا بر سوگدی باستانی، بر بوستانی خورم بر گلشنی جوان. گوش کرده شده درباره پیشوای ملت. این گفت که من همین چیزا را نمیخوام که دیگه در پیش من، در پیش دیگر انسان ها همین خیلی برایند مردم شعر بخونن، سرود بخونن. با این همو کاروش، این همو رحمانوفه، این دیگر نمیشوه. ایروز تد میگه پگه بید. این رحمانوف میگن این یگان محل دگه پش ایستادگی نبود، این ایستاده هم نمیتونه. نمی برن شعرش میخونن، نمی رمضان ده روز 21 تا 29 این چی معنی داره در این ماه بزرگ؟ این همینقدر زنک ابراری. من فکر نمیکنم که همه این زنک به دینه یا که به خدا هم که امروز دارن در این میدان میرقصن. زنک مسلمان من مطمئنم که نمیبره در جا در پیش رحمانوف توبتیه. نه که اگر همین قبل دین زنک های ایددام داشته باشیم، وای بالحالی ما وره مردمی مسلمانی تاجیک این قزنک برو آورده است، این قزنک برو آورده است رقص بازی و بگیم که در ماه بزرگ این دیگه وقت نمیشید یگان مشکلی کنه بود. توکلشون به خدا اونا هیچ چونه براین ایلو هم که سر ایلی چه کنیلی شکار میکنن کردن بگیرن. نه که در ماه بزرگ اینجا چند اولی خواهرها و اپاها هستن که مسلمانان مجبور شدگیان اینجا آوردیان بگیم که رقص بازی دارن. یا که یک نفر دیگه میبره اینجا سرود خونده است در نسبت رحمانوف. در ماه بزرگ من اگر 1 میلیون بتیان در وصل نه رحمانوف نه در وصل یگان نفر شعر سرود نمیخونم. رمضان های باید مسلمان یک ذکری خدایش بکنه. این بهترین در بین 12 ماه همین ماه رمضان، ماه رحمان، ماه رحیم، ماه مغفرت. باید ما زیادتر ذکر بکنیم، باید ما زیادتر دعا بکنیم، باید ما زیادتر یک کاری بکنیم که برای او دنیا ما فایده باشه. این دنیا دروغ است، میگذره، چه خیلی نباشه. با چاپلوسی هم میگذره روزت، با مخالفی هم باشی روزت میگذره، بای هم باشی، گدار هم باشی، لبای خیلی باشی روزت میگذره. این دنیا گذرا است. نه که فردتون شما فکر بکنید. خب اینجا یک نفر برادر عزیز. السلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. علما جان خوبی؟ و علیکم السلام. بله برادر جان، دایر و برنامه امروزه در کدام بخش صحبت رفته شده؟ یا که هر کس درباره این همین که رحمانوف مردم داره این همین رقص بازی و سرود در روز 21 تا 29 اینا دارن عید دارن. ما را برای یک روز رمضان عید کردن ما را اجازت نمیتین که کودکان مثال عید بکنن یا خرسندی بکنن. این چیز در تاجیکستان نیست. مثال برای من زید نیستم که اینا روز 21 تا 29 نوروزی دارن قید مینن. مرحمت، یگان مشکلی نیست. دموکراتیش همین است. یکی بمونه در وضع دموکراتی که وقتی شما لافای دموکرات میزنید بمونه مسلمان ها را هم دیناشون آزاد قید بکنن. ما در این تماشا کنیم که اینو در سالینه و در نوروزی و در عید کدو و خربزه و تربز نمیدونم در عید هر سه نوم میگیرن 3-4 روز توی
ما اگر مسلمان‌ها عید رمضان یا قربان بگیم او دسترخوان شما باید 1 متر 1.5 متر زیاد نباشه، باید شما 80 نفر زیاد جمع نکنید. اینا یعنی قاعده میلیون آدم میبره جمع میشه و شما یک کسی یک چی نمیگه. بله همین چیزای برادر عزیز. من اول آمدیم ما عید رمضان برای همه همین انسان هایی که در تاجیکستان هستند، مسلمان ها، الله خصوص مردم مظلوم تاجیک قرار دارند، تبریک تهنیت میگم. دوم اینکه همه جناب امام علی رحمان که اگر همین نظر کنیم هر یک گفته هاشو که اهمیت بدیم، این یک انسان خودخواه برآمد، خودش از خیلی که تماشا کردیم خودش در بالای همون متاع می رود، در بالای همون پلاس قالین می رود، دیگه هیچ کس حق نداره با غیر خودش در بالای وی راه بگرده. باز یک بچهش میشید، دخترش میشید یا که یکون خشتبارش میشید، البته که یک جای قدم میزدم بری در بر، نه که این یک تحقیر نسبتی رئیس ولایت پیش از اون که سلام نکردم میفروید سلام نمیتیه دوستو میگو کرونا ویروس یا که وایا ویروس نده پیشش دست شما سلام میتیه هم دورگی به همون راهش میگذره میره. یعنی این معنای اون را داره که اینها انسان‌هایی هستند که آورده شدن، اینا آدمای مردمی نیستن، آورده تعیین شو کرده، هر وقتی که بخواه چه خیلی که بخواه هم خیلی تحقیرشون میکنه. این یک تحقیر آشکارا بود، تحقیری بود که مثال نخواه که رئیس ولایت قطعی سلام نکنه از عملیات بفرد، پیش پوتین میره، پیش سگ پوتین میره، با سگ پوتین سلام میکنه، با یک گنرال ارتش سلام میکنه، با یک نماینده سربازی سلام میکنه. خب برای چی با یک رئیس ولایتی که تاجیک خطای، ای وطن خطای، هموطن خطای سلام نمیکنه؟ این اوج تکبر انسان همینجا وای میکنه، میفهمونه که این انسان بسیار خودخواه است، تکبر است. از این هیچ بوی امیدی نیست که نسبت خلق ما رحم داشته باشه. این انسان رحمانوف یعنی ظلم، همین به معنای تامش رحمانوف، بدن رحمان بالای سر ملت ما یعنی ظلم، یعنی تحقیر، یعنی بیچارگی، دربدری، طلبندگی، سرخمی، همه چیزها را همین امام علی تا وقتی که در سر راهبر همین دولت هسته اینها بالای مردم ما هستند. مردم تحقیر زده، تحقیر شده، توهین زده، همین ها در بالای مردم ما جای دارن. برای همین از مردم خواهش میکنم که نباید خاموشی را پیشه خود کنن، سکوت کنن، خاموش نشینن. چند قیه که خاموش میشینه این همون چیش زیادتر میکنن، فشارش زیادتر میکنن. خداوند ما را به سبب همین خاموشیمون گرفته تحقیر زده کرده. همین انسان آورد بالای ما، وقتی که ما همه وقت میترسیم، ترسو هستیم، خاموش هستیم، خداوند میگه این جزای سر تو، همون جزای عملی که شما مناسب است برای شما. این همین امام علی رحمان است، برای که شما همه قحیمت داره، همه غیرت داره، از این زیاد نداره. همین امام علی رحمان باید که شما را ظلم کنه تا اون وقتی که شما آواز بلند نکنید. همین کودک نگاه کن، تا اگر همین گریه نکنه مادر شیرش نمیتیه، فکر میکنه که سیره. مردم ما گوشنگی مردیان، سویت ندارن، جای کار ندارن، صدها هزار پرابلم دارن، میبروه میگه که تا وقت جناب عالی هست همه کارام 100% است، شکرانه جناب عالی. آخه خداوند این ملت اگر ظلم نکنه، این ملت خداوند اگر عذاب نتیه کی را بکنه دیگه بغیر همین ملت؟ خود ما بعد دست پای خود ما به همین عذاب الهی گرفتار کرده شدیم. نباید تا این حد رسیدن حد حدود داره. ریشش سفید، پا در لب گور، 70 ساله 60 ساله. آخه بخیر تو همین یک کلمه بزن، یک حرف بزن که مناسب همون سین سال خودت باشه. آخه این گپ همون یک بچه جوان بزنه، نه که نداره همون ثبت پدنالت، نداره همون جای کار، بچه ها در بدر، خاک بسر، تحقیر زده،
دخترها در روسیه از زیر فشار روسا نخواه که تو بابا خیزی بگو که تا وقتی که جناب عالی از ما کمبودی نداریم. این زیبنده یک مسافدی مسلمانه نه البته. یا که نگاه میکنید در شبکه‌های اجتماعی فقط زنک‌ها طرفداریش بسیار میکنن. جناب عالی نباشد، جناب عالی نباشد، تمام تاجیکستان از بین رفت. آخه همین جناب عالی شما چیکار کرده به همین از اون جمله برای همین من یک شهروند تاجیکستان چیکار کرده توانیست؟ نلاگی زمین بتیم در وطن بیگانه پول کار کنم، خانه ما از حساب خودم بخورانم. شما دولت به همین من چی یاردم کرده است؟ یک یاردم شبگه نکرده است. یک مکتب مردم ساخته شدن 10 سال شد اولی تیار نشیده. بله همه قشر مظلوم همه بیچاره معلم ها بیچاره ها را نه پولشون میتیا با مجبورشون میکنه که بخیزه برای من مدحیه کنه، برای من طلبه ها را عوض کنه، مرا تعریف توصیف کنه، مداحی کنه، چوپروسی کنه. و در زمان سیوز من در یاد دارم که معلم می اومد باور که همین لبای آدم رخش گم میکرد که معلم اومد. انا این معلم بود. فهمیدی؟ معاش بلندتری را معلم میگیرید، حرمت احترام بود. 100 آدم محتاج دستش کمک میگیرید. حاضر بیچاره معلم با یک تلمونده اینجا میره درس میتیا، اونجا میره درس میتیا، در چند درس میتیا که تو روز شب گذرونه. اگر با فرزنداش در روسیه نباشه نه که بی فرزند باشه، وای بر حال اون معلم بیچاره. بله معلم بیچاره تعقید زده محتاج یک طلبه هست. طلبه را میگه که 10 سوم بیار، طلبه را میگه که آخه این وظیفه معلم نیست. معلم باید که پول بتیه به طلبه را. این همین جا را نگاه که در همین گرمنه که ما قرار داره، ای روز تولد تا 25 سالگی را هر یک کودک ای طرف دولت پول میگیره، پسابیه میگیره. اونیورسیت خونده سوده حتی تا تمام کردن اونیورسیت 500-600 یورویی حساب دولت میتیانش تا او وقتی که باید در سر پای نویسه کار پیدا نکنه. اگر کارم که پیدا نکرد، مثال که در اینجا کار تمام پیدا میشه، آدمای بیکار من بسیارشون میدونم که $700 میتیان پول کوارتیر نمیتیان. اگر یک عمر همه خلال زندگی کنه نمیتیان، فقط دولت ویرا میتیان، نه اینکه ملت دولت فقط بتیان. در وطن ما همه نعبرات شدگیه، برعکس شدگیه. فقط ملت دولت میتیان، دولت هیچی نمیتیان ملت. اگر بگر راه سوزکرم روش سیاه میکنه، راه خیتای ساختگیه، کانای تیلا را در اختیارش دادگیه. هر یک شهروندی تاجیکستان قرضدار شدگیه برای ایران. واسه چوپلوسا 1 متری زبوناشو میبرن میگن که جناب عالی شهر ساخته، شهر از ای صحیح ساختگیه، بیزنسمن ساختگیه. بله همه کارا ساختمانا را بیزنسمن ساختگیان. دولت چیکار کردگی است؟ همین دولت، همین حکومت برای همین مردم چیکار کرده است؟ نه جای کار کرده، هیچ کار. فقط چوپلوسی. حد حدود داره چوپلوسی. نه خب که تا این درجه بعد. آخه اول خودشناسه بعد خداشناس. نه خودتون میشناسه نه خدا را میشناسه. فقط خودتون نمیشناسه، فقط یک خدای بافته و ساخته، یک بت خودتون پریدومت کرده امام علی رحمان نجات بخش سیاره. تمام همین قدر در گردش طواف میکنه دیگه. نه باشه تمام. برادر غرم نگاه کی امینه کی امی رقص بازی امینا را میبینی شیوه درودی ما بس که دور استقلال عهد بهترین باشد، دولت جوانی در هستی وجودی ما، شادمان گروی ما خوش آمدید. باور کنه کو خواهی که موسیقیش زیادی بعد در رمضان نخواستم دیگر بمونم زیاد. این رقص کنی این زنارها را بینده در ماه بزرگ من
به حد حیرون میمونم که در یک دولتی که 90 چند درصدش میگن مسلمانان، اینا همو یار برادرایش یا که نمیدونم شوهرای اینا دیوسن. من فکر میکنم که میبرویند یک نفر در پیش یک مردی بیگانه رقص میکنه. الماس جون دولت دموکراتی حق داره اگر به شرطی که همه انسان به خواهش خودش بروه. فهمیدی؟ نه که خوشبختی ملت، خوشبختی مردم در رقص بازی تنها نیست، آزاد باید باشه. خوشبختی مردم در جیبک پرای، وقتی جیبکت پرای فهمیدی جای کار داری ببرو رقص میکنی، چیکار میکنی نمیکنی، این وابسته به دین ایمانی خطای. بله فهمیدی؟ در برابر همه ملاها را همه انسان ها را عالما را اجازت بده که همه دینی همه باباگی خود نیاگانش اسلام عزیز او ترغیب کنن. بله تو تا 18 سالگی را نمیمونی آدما را مسجد رفته خواندنشون نمیمونی، نمازخوانیشون نمیمونی، تعلیمش اسلامیشون نمیمونی دادن. آخه بعد 18 سالگی چی را میآموزه دیگه؟ فقط این همه رقص بازی را میبینه، فکر میکنه که این یعنی تاریخ سوزی. امام علی رحمان نه که یعنی تاریخ سوزی ملت. بله تا وقتی که این کسی بالای سر ما هست هیچ امید نکنه که روز ما به میشود، برعکس از بد بدتر میشود. این را مطمئن باشه ای مردم که از بد بدتر میشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبان برادر عزیز، تشکر زیاد. خب اینجا برادران گرامی قدر چند نوارهای دیگه بودن. من راستش امروز همش شعر سرود بودن، رقصای رحمانوف من نخواستم اونا بگذارم برای که این ماهی بزرگه باید ما بر موسیقی و بر این چیزا وقتی خودمون ضایع نکنیم. خب چی گفتن این برادران عزیز؟ دعوت ما همین است که باید ما مردم تاجیک سرجم بشیم. ما در سرجمی میتونیم که یگان کار بکنیم. من در چند برنامه هاشید میبرم با تمام مخالفین میگم که مردم مخالف بیای سرجم بشیم، با سر یک میز بیایم، یک مصلحت بکنیم، باید یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. اگر میخواهی که یک قدم پیش بریم بیای سرجم بشیم، یگان کار بکنیم. اگر نه خیلی دیگه توکلتون به خدا، دیگه ما را نام شما در یگان معرکه نبگیریم که هم خیلی آدم ها هستن میخوان که یگان کار بکنن. بیای سرجم بشیم، یک جا بشینیم، یک صحبت بکنیم، خواه آنلاینی خواه در یک جا میشینیم صحبت میکنیم. این من جهگر بیای وقت ساعت شبکه شما من آماده هم که در یگان جا قطعی شما بشینم هم صحبت بشم، منین شما را بفهمم، منین من در شما ها باید روشن و آشکار باشه. باید ما بدانیم که فلان انسان ها چی کارها میخواهند بکنن. اگر نمیخواهی که همون فکر نظر در پدیلیت بکنی یا که بگیم با یک مخالف دیگر بگو که من همین خیلی میخواهم، значит توکلت بر خدا. خب چی گفتن این برادران گرامی قدر؟ ما را 320 نفر زیاد تماشا داره، متاسفانه 60 دانه لایک داریم. بمونه لایکاتون برادرای عزیز به طرف نباشه، ویدیو با یار دوستاتون روان بکنه، انشالله که صحبت میکنیم. خب سلام علیکم. الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی اکا جون. بله الحمدلله الحمدلله. مبارکبادی میکنم با آمد عید شریف رمضان و شما را، اهل بیتون و کل تماشابینای شما را تبریک میکنم. واقعا یک دو کلمه گفتنی بودم درباره همین قضیه. همین لعنتی را میگم نگاه کن اکا،
این خدام مردمی که در همونجا مثل رقص بازی میکنن سرودخوانی میکنن برای یک لعنتی و ما باوری نداریم که همه همونجا روزه دارن با سبب و یا که маршировка графтагиам و یا репетиция кардагиам و یا чун ҷоҳо омадагиам ва хела меҳнат кардагиам, хела азобам кашидагиам ва боварӣ надорам ки ҳамаи ҳамгу рӯзашона дошта тонистагиам ва аксарияти ҳамгу ман фикри ақидаи худ ҳаста ки ҳамаи ҳамгу рӯзашона хундагиам барои чи рақс бозӣ барои як касе ки як касиб биёяна дар пеши ҳамгу бирақсам ва маҷбурам. ана ростига ака бисёр гапҳо доштум, як лаънати дигар хеле 2 соат дарс кардам, ина намхади хеле суҳбат дадромам ки ина омад. дар барномаам иншоалло акаҷон ягон пас ира ҷавоб будам, иншоалло бо умедрум бо суҳбат мекунем. Тамом гап нест, худо нигаҳбон. Алло ислом кунам, бо умедрум акаҷон. Xo'p. Assalomu alaykum. Shuni Firdavs. Assalomu alaykum. So'zi خوبی با سلامتی خوبه؟ و علیکم السلام. ما بچه. امی یگانه افیری هستی که امی افیری خیلی نتاری میدروی اوزود گم میزنی به یگان خیلی تاری گوشی گپو داولی خیلی راستیش ممکن ایوی بیننده همونه که کمایی که مقصد مردم تلپه نمیکنن، مثال دعوا ندارن، مثال یک از دو کس میبروی صحبت میکنه آزاده، ممکن که ما را اگر رنگ همو نمیدونم محمد اقبال دیگر رو وره اگر 200-300 هزار شوه بعد ممکن با کاربارنو دیگر بگیره. نه اگر 200-300 هزار شوه تری نرم نمیشه دیگر. نه من همیچ خیلی هستم، همی خیلی من یکم خیلی دیگر نمیشم. پروسته اگر مثال روزی در استودیو آدم نیست، اگر یکم کسی دیگر بروه، مثال شما زیاد چی میگه کسی دیگر میبروه رازبار میشه، مثال محمد اقبال برنامه‌اش خیلی مثال اگر تو بروی با 3 کسی دیگه مسلمان شو پرای برای بعد پرون سر میشه. نه امی خیلی دودم این نرمی پروسته برای هم که برنامه نرمه. به هر حال و در هر صورت عید سعید فطر مبارک. حسنو تشکر. روزدار بودی اخی؟ الحمدلله روزدار ما. ما اول روزدار بودی؟ یکی ده. نه ما الحمدلله همون اولش. زور نیامد بعدی طرفای خارجی در روزداری و کار و فعالیت؟ نه کار نمیکنن در رمضان الحمدلله. در رمضان پنسیه برمایگین. دیگه خوب. باشی و بود باشی اگرنه. خدا نگهبان. تشکر جا. همین قد نگاه که همینجا شما اومده یکون چیز نگفته در همین کامنتاریا چون این مردمی موقع فرهنگ توی که پاستای میوه دشنام اقورت مثال هم من دشنام دارن هم خطا من ادسا نمیفهمم ده در دور پیغمبر هم یهودی ها بودن یکون مشکلی نبود ما هم اگر بیایم دولت دیگه بکنیم یهودی ها بیان در تاجیکستان زندگی کنن یکون مشکلی ندارن اینو تا که خدا هم فرهنگ هم سیاسی هم مردم تاجیک با خدا پایون که میان انا این خیلی اینه تا در برنامه دووردید نمیستم در این گپ ایره گفتنیم برادر جان یکمش درباره خودم نمی دیل بغیر دوستی دیگه یکمون مقصد ندارم یکش دیمش چیزی که می نویسن در کامنتاریو خود صفرافوی او را ما دیگه بگرم همه او را بخونم جایی را که کتاب موندگی ما بسیم کامنتاریا بخونم کدام فهمید از برای خدا فهمید کدام که نفهمید توکلش بر خدا خدا حکیم بله انتریزو اعتبار نده فوقشه
матра занг задам напрямуи бромадестам нами ҳамчун яҳудӣ ти бародари исломира ва мусулмона гуфтестам ки иди саиди фитрат муборак гӯснам. ташаккури зиёд миннатдор ки моро якас худо нигаҳбон. панот ба худо шумо. хоб نه به خدا. خب برادران گرامی قدر، واقعا هم باید یگان چی ننویس نسبتی یک آدمی که دینش دیگه مذهبش دیگه باید ما خیلی رفتار نکنیم. شما یک بار استوری پیامبر رو بخونه که در دور پیامبر بودن آدمای بی خدا بودن، با یهودی ها بودن، با یهودیاش بود ایبرته، با عبشه کافیرا بودن. مثال زندگی میکردن، یگان مشکلی نبود با اینشون. پراست همون چقدر که ما امروز نلاگ میتیم و یا میدادن مسلمان ها نمیدادن، اونا میدادن. امروز نبراتش کردین، ما مسلمان ها میتیم، اینا خچو نمیتیم. به همین خاطر این چیزا را اهمیت ندیم برادر عزیز. ما اگر نمیدونم فیردوس بیاید تاجیکستان زندگی را اقتصاد تاجیکستان نه پایین میره نه بالا، باید ما کار بکنیم که در تاجیکستان سطح زندگی مردم بالا بروه، فرهنگ سیاسی مردم بالا بروه، پاسپورت تاجیک قدر داشته باشه. مردم ایوه نگیریم که تو مذهب دیخلکیه، تو یهودی، تو خریستیانی، تو نمسترای، نه. خیلی هم که به خدا باشه، کسی باشه. پراسته جامعه باید بفهمه که حقیقت چه طلب کرده بتونه. اینه هیچ چیز ما میخواهیم. خب برادران گرامی قدر، ما را تای 400 نفر تماشا داره. برادران عزیز به طرف نباشه، لایکاتون رو بمونه، پادپیساتسیا بکنید در کانال ما، نوارها را به یار و دوستاتون بفرستین که خب این اسدالله علی چی میگفته باشه؟ خب اسدالله علی سلام علیکم. و علیکم السلام. من در برنامه همون استریم قطعی بیای صحبت کنی نمیشوه. من سفر دائما در مدر گرفته تا سفرات به خطر علا. باشه همین سیویازی خدای جونیش واتساپیش توغری نیست. یک حکمتی که 30 و چند سال ده اینا نتونستن یک سیویاز خوب بکنن. ایزا پروستا نمیکشیده باشن همین حکمت دارا که این طرفداره همین حکمت میبروین، مشکلی تکنیکیشون میشوه. صحبت کردن نمیتونن، یا میچسبن یا علاقه و بشه کنده میشوه. اینا باید که همین لوبوی نفری که میوه سری قدرت در 4-5 سال همین چی نقشه که گفت وعده کرد اگر نکرد میبرید در پشتی پنجرش میمونه شو بره. تو وعده دادی نکردی، ما رحمان وعده میتیه نمیکنه، گپ میزنی برای زندانت مینا. باید ما خیلی نکنیم، باید ما دولت بسازیم که ما آدمی که میخواه که یک کار بکنه مردم اونا باور میکنن، میخزن آوازش میتین، او پگه میخزه با رنگ رحمانوف میکنن، باید زندان بره او. تمام. اینا نتونستن نه سیویاز خوب کردن، نه در کدام صاحب گپ بزنیم. برادر عزیز اگر ما در لوبوی ساحه تاجیکستان اگر ما صحبت بکنیم، او ساحه ما کمبودی میویم. یگان ساحه نیست که در تاجیکستان کمبودی نداشته باشه. خیلی یتش مثال بد باشه ما بگیم که ها رحمانوف واقعا هم همین یک ساحه ده کمبودی نداره.
در همه همین ساحه‌هایی که در تاجیکستان هستند در اونها کمبودی وجود داره. اون میگن که در دیگه دولت‌ها هست کمبودی، در دیگه دولت‌ها هست با یک جای دیگه‌اش کمبودی نداره. مردم در همین جا چند یک ماه پیشتر 2 ماه پیشتر ویبر بود، مردم میبرامدن اعتراض میکردن در قد کوچه ها، هر حزب حرکت ها پروپاگاندای خودش میبرد. ما برای چی نمیبینیم یگان حزب های دیگر که پروپاگاندا هاشونه که مثلا چی وعده هاشونه همین چیزا رو من دست نمیشناسم. اینم رئیس های حزبی نوا تاکی جان شما نشونشون بتی تلویزیون یک از ببینم بشناسشون. فقط همین رحمانوف رستم و نمیدونم آزاده و همون 3-4 دمادی دیگرش دیگه نیست یگان نفر. اینو نتونستن کدر بسازن. اینو برای چی کدر نکرده؟ برای که اینو هم اولاد به اولادش میکنن تمام. کدر در اینو چی لازمه که اینو کدر سوم مصرف بکنن؟ آیا دولت دیگه بگیم یک پروفسور بیارن در تاجیکستان یک مدرسه یا که یک یونیورسیته بکشوین که در اونجا یونیورسیته بین المللی باشه که دیگه دولت ها بیان خارجی بخونن. این چیزا نیست. این چیزا اینا هم نمیکنن. اینا آوردن مردم به یک جای بی‌سوادی مردم آوردن رسوندن که مردم ما گپ میزنیم. من چندین شناس هم زنگ میزنن صحبت میکنن میگن که شما میره اونجا جاتون گرمه اینجا ما میمریم عذابا برای همین خاطر ما گپ نمیزنیم. ای برادرای عزیز، حکومت باید برای شما را جای کار تأمین بکنه. اگر تو بیکاری حکومت باید برای تو پل بتیه که تو در زندگی تا پیش ببری. این کاری حکومت حکومتی ما را یگون چیز نمیتیه. ما شهروندای تاجیکستان در تاجیکستان با مثل کوارتیرانته پلی آبته پلی سویته پلی ایجارته همین چیزا را در روسیه میره کار میکنی یا که در قزاقستان یا در ترکیه واجب باشه بچه ها با یکش اروپا اومده و یک دیگهش کره میرن کار میکنن میرن بگیم که در تاجیکستان زندگی میکنن. کو بیاره تاجیکستان یک کارخانه که رحمانوف ساخته باشش 10,000 آدم کار بکنن 2 سمینه یا 3 سمینه 5,000 بیاوه 5,000 آدم کار بکنن. نیست خیلی جا. ما شما نمیگیم که کارخانه بسازه که 1 میلیون باشه. شما 5,000 و 10,000 نتونستی ساز کرده. به همین خاطر من دعوت مذهبی مردم چیه که برادران عزیز ما این همقدر ظلم ها میشوه این همقدر ناعدالتی ها میشوه نسبت مردمی مظلومی تاجیک امروز دارن خاموشی را با گردن گرفتگی. برادر عزیز بی‌طرف نباشه. بی‌طرفی این بی‌شرفی است. بیاید در مخالفین باشه بیاید کاری بکنیم که رحمانوف یک طرفه بکنیم یک حکومتی همه شمول بسازیم که هر کس درد دلش گفته بتونه و برای درد دلش گفتن نرو زندان نشود. ما را امروز متاسفانه حکومت آرزوهامون گرفتگی آرزویی که باید بکنیم یا آرزو میکنی که میچتد میگن همون آرزو رو ما گرفتگی هم. ما آرزو میکنیم که یکان کار بکنیم برای آرزو کردن اون میبرن زندان میمونه. ما آرزو کردیم ما عملیش نکردیم. ما تنها آرزو کردیم که میخوایم که تاجیکستان یا دولت باشه که این خیلی باشه. ما آرزو میکنیم ما رو میبرن زندان میکنن. ما رو داشت آرزو همون نگرفتگی حکومت. امروز مردم نمیدونم خب برادران عزیز به طرف نباشه فکر نظرهاتون در کامنت ها نویسه. کسانی که میخواهید که صحبت بکنید برادران عزیز ما چند دقیقه دیگه در این برنامه میمونیم پس هم خداحافظی میکنید. با همین خاطر برادران عزیز به طرف نباشه بیاید فکر نظرهاتون بگین
فکر نظرهاتون رو بنویسین. خب اینجا یک دو برادر هسته که برادر عزیز وقتی که در استودیو وارد میشه خواهش همین است که اجازت بدین پسان وارد بشین، برای که دو نفر اومدگی برادر عزیز من شما را نمیتونم قبول کرده. کار بکنه که اجازت بدین پسان وارد استودیو بشین. با خدا کو گپ تو ندارم. من نمیفهمم نوشته ها شما را. بعضی انسان ها می نویسه که من با خدا نمیفهمم شما در کدام مسئله نوشته که من نفهمیدم. خب برادران گرامی قدر 380 نفر داره ما را تماشا میکنن، ما را 80 لایک موندیم. برادران عزیز 300 نفر دیگه خواه بمونه. برادران عزیز لایکاتون رو بمونه پدیلید بکنه نواری ما را تا دیگران ما را ببینن. خب اینجا ما از یگان نوار میمونیم انشاءالله که صحبت میکنیم درباره همین رحمان و تبریکنی شبیه یوار بمونم که رمضان انجام می‌یابد و فردا عید سعید فطر فرا میرسد. به مناسبت این آیین مبارک دینی و اعتقادی تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک فرد کشور روزگار با سعادت و برای وطن عزیزمان صلح و ثبات جاودانه آرزو می نمایم. خب دیده که این مردک 30 و چند سالش رئیس جمهور روی اکران میخونن، ایتا شماشون رو نمیکنن. اینا نمیتونن که 3 دقیقه من یگان بار در این برنامه هم روی یگان چی نخوندم، چیزی که هست در قلبم یا که در کلام چیزی میوه هم چیزی میگم، این دردی دیل میگم چیزی یگان چه من نمی نویسم تیار بمونم بعد همونا بخونم. اینو 30 و چند سال در شما نتونسته که هم میگم گوساله نمیشیدنی همین میدکیش معلومه که نمیشه. به همین خاطر اینو همین میدکیشو معلوم بدن که اینو نمیشون. متاسفانه تا امروزه. خب اینجا چی بمونیم؟ خب اینوش دیگر نوارهایی هستن که رقص و بازی و اینش زیاد هست. رمضان برادران عزیز نمیخوام که یگان خلکی بعد رمضان انشاءالله که نوارها رو میگذاریم که چیکارها کرده شدیم. در رمضان باید ما برادران عزیز دعاگو باشیم. آخرین روزهای رمضان است، فردا عید است. برادران عزیز باید دعاگو باشیم. امروز باید از بعد از عصر تا شام باید دعاگو باشیم. ما امروز با برنامه کردیم، خواستیم که کمی با شما باشیم. ما همین جاییم انشاءالله نیت داریم که یگان کار بکنیم، نقشه داریم، دعوت داریم که مردم مخالف
بیاین سر یک میز یا که یک برنامه در اشتراک بکنن، با مردم بگیم که صحبت بکنن، نیت داشته باشن برای یگان کار کردن، برای تاجیکستان رفتن یا که در اروپا میستن و مبارزه میبرن. هیچ زمان دعوت دارم، متاسفانه یک کس به درد ما نمیخورن، یا که نمیدونم میگوی که یگان چیز میگوی بعد زیق میشون که همین گپا را باید نمیگفتی در برنامه. وقتی که من دعوت میکنم نمیاین، من در فرق نداره. کسی که نباشه وقتی من دعوت میکنم قطعی من صحبت نمیکنم، فرق نداره او کیه. اگر گوارش ای عثمان هم اومدگی باشه فرقی نداره، من میبرم در برش صحبت میکنم. بعد پس بین شما و رحمانوف چیه؟ بیای سر یک میز بشینیم صحبت بکنیم، یگان کار بکنیم. روز ناومده است که ما مخالفین سرجم بشیم. من چند بار شد بگم که ما میتونستیم که حاضی یگان کار بکنیم. حاضی خدا نکنه روسیه پیروز شود در سر اوکراین، شما دانسته باشه که 1000 سال دیگر همین مخالفینی که هست در اروپا، همین اروپا دا میمونه. برای که حاضی اگر روسیه ببره تمام، روسیه میتونه تاجیکستان کمک بکنه. شما دیده که در سوریه و در دیگه جا چخیل بگیم که روسیه هم دستش در همونجا بود، ایران هم دستش در همونجا بود. وقتی که مخالفین یک جا شدن خیستن قیام کردن، نه ایران کمک کرده تونش بشار اسد، نه روسیه. به همین خاطر حاضی سری وقت است، اولی هم دیر نشده است، باید ما یک کاری بکنیم که همه کسا یک جا باشیم، بریم تاجیکستان یگان کار بکنیم. غیر این صورت همه تون در همین اروپا هم میمونه، همه تون در همین اروپا میمونه. رحمان 1000 سال دیگه ولست بید مینه. اگر همین روسیه ببره در جنگ، ببره هم بایتی هم فرق نداره، لبای پلاژینی ده بعد میتونه دیگه روز بگیم که تاجیکستان یاردم کرده. به همین خاطر دعوتی من ای مخالف، ای مبارز، ای وطندار، ای بیوطن، ای همش همین است که بیایه یگان کار بکنیم. اگر نه بعد دوست با ما یک فکر دیگه هم بکنیم. باور که میبرویم میخوایم که با مردم صحبت بکنیم، یگان کار بکنیم. مردم ما، من متاسفانه حیران میشم که برای این همین یک نفره که استریم میکشه و صحبت میکنه و میخواه مبلغ جدا میکنن، میتیان شو که شما همین برنامه ها را پیش ببره، برای صحبت بکنه، مردم را جلب بکنه. ما امروز به پل همین کارا کرده شدیم. متاسفانه امروز نمیفهمم من، نه مخالفش به گپ میویا، نه حکمدارش به گپ میویا، یگان تش به گپ نامده شدیم. این تقطی نمیشود. باید ما رفت بیا داشته باشیم، باید ما صحبت داشته باشیم. ما مخالف، ما دشمن نیستیم. ما تاجیکستانی ها یگان تمام دشمن نیستیم. ما اگر مخالفی نظرهای همدیگریم، یکی دشمن نیستیم ما با همدیگر. یک دفعه شما بگیم که در انتخابات پیروز میشه، یک دفعه ما پیروز میشیم، یک دفعه یک نفر دیگر. هر کس باید فکر نظرش آزاد باشه، باید پروپاگاندش برده بتونه. متاسفانه امروز یک کس نظرش دیگر باشه باید او زندان باید بشه یا که کشته بشه. مخالفامون هم به مثل رژیم امروزه یک کس اگر یگان چی انتقاد بکنی میخیزن، نمیدونم یک کارا و یک گپاید میگن که با رحمانوف دساگیره که اینا نمیشه. من یک چیز میگم ده، ما واقعا میخوایم که دولت دموکراتی بکنیم یا که دولت دیکتاتوری میخوایم بکنیم.
اگر میخواهید دولت دیکتاتوری بکنه پس دیگه نمونین ما را صحبت بکنیم. همون کسانی که تنها و تنها هستن در حزب و حرکت های شما نیستن دیگه اونا را هم یا که نمیدونم پستوی چون بکنه یا که برای بکشنشون جانتون خلاص بشه. ما شماها را دیده در همین راه بر آمدیم. امروز ما اومدیم این مردم در بر کناری رفته شده. شما بوده که دعوت میکرده که مردم تاجیک بیای صحبت بکنیم، بیای کاری بکنیم که بریم رحمان و چپا بکنیم. اینه ما اومده میخوایم در بر شما باشیم. متاسفانه شما قبول نمیکنید. با دعوتون میکنن که بیای یگان کار بکنین نمیکنید. چی کار باید قطعی شما بکنیم؟ اینه چی تو نگیم یگان گپ. اگر نه وقتش دعوت نمیکرده که مردم در پرابلم نمیمونده. من زندگیم 500% به در روسیه نرفتم قفاش زندگیم. توکلتون به خدا. وقتی فریاد میکنه که بیاین یکون کار بکنیم میخزی میای مثال این مشکلی ها بجایی که من یک نیکی برای خانواده‌ام بیارم مثال مادر من زپرت کرده اگر نمیتونه تاجیکستان برآمده اکی مرا 7 سال دیگه دادن برای چی و چیکار نمیدونه تا جای من میدونه میگن که برای که انت برآمد میکنی به همین خاطر مثلا من همین فایده دیدم من همین برنامه‌هایی که میبرم در برنامه‌های مخالفین صحبت میکنم که خودم میبرم در همین برنامه‌های خودم صحبت میکنم من همین فایده دیدم فایده من این همینه بعد وقتی من میخوام گپ میزنم میگم که شما نامرد شما خلکی با قهرتون میکنه که شما مرا نامرد میگی نامرد نیست چیه اگه نه گپا زیادن پروس رمضان های نمیخوام که یگان نفر در همین ماه برن چونم بخدا نمیخوام برن چونم یگان نفره من همین خبر گم که برادرای عزیز بیای یک جا بشین اگر میخواهی نه پروس زنگ بزنه بگه که ما نمیخوایم یک جای بدن توکلتون به خدا نامتون در یگان جو گرفته نمیشه و اگر نامتون نگرفتم در یگان جو زبانی من ببری پروس زنگ بزنه بگه که ما نمیخوایم که یک جای باشیم والله قسم نامتون نام حزبتون نام گروهتون نامتون در یگان معرکه گرفته شب بیای زبانی من ببری همین خیلی که نیسته این همین خیلی شما باور میکنه همین خیلی که نیست هم ترکی حزب و حرکت ها نیستم همین خیلی که من یک خدم طاقه این نو سر کردگیم همین خیلی من مبارزه میبرم پروست اینجا شما با گفتی خودتون اودیتوریا داره شما با گفتی خودتون بیننده دارین با گفتی خودتون کار و فعالیت دارین و بیا یکان کار بکنیم خب من در برنامه هستم خواهش میکنم که در واتساپ زنگ میزنه من شما را قبول کرده نمیتونم کسانی که میخواهید صحبت بکنید مرحمت لینک در زیر نوار که در کامنت گذاشته شده است بیا برادر عزیزم کامنتر امدرو زردک درخشان تیوی نایستگی جا خیلی پرامو استودیو دوارد اومدی فکر نظر تا گفتی در واتساپ صحبت میکنه برادر عزیز من پیوست کردن نمیتونم برادران گرامی قدر ما را 400 نفر تماشا دارم خواهش میکنم که ما را لایکاتون بمونه آبونه شوه وقتی آبونه شده برادران عزیز همو کلکول چکشی که اون زوانو که ایکون همونجا زیر بکنه که وقتی ما برنامه میکنیم با شما را اویدیملینی بیاید که همین نفر برنامه داره پروست اگر شما پادپیسات بکنید و خلاص این وقتی ما برنامه میکنیم با شما نمیاد یگان اویدیملینی و همین خاطر وقتی که پادپیسات میکنید همون 3 نقطه که همین یوتیوب ما را شما دستگیری میکنید یکمش لایک های دیمش پادپیسات های سیمش
اونو увидим леди амеҷиқи комментариҳоро фикру назарҳотонро бинависед. ман нами як навор гузоштам қати исфандиёр суҳбат кардагем ай лайк да комментария зиёдай. бародари азиз бимонед аму лайкотона. лайк сабаби зиёд шидани бинандагон мегардад. халос ягон чизи дигар не. мо ба худо гоҳ маҳале шарм меояд ки амҷо ман мегӯм ки ай мардуме ки ин мардум биёе лайк бимоне ё ки обуна боше. воқеан ҳам ҳамин чиза гуфтан дар кор нест. барои касе мехоҳад марҳамат дар барномаи мо биё иштирок бикунад. маҷбурӣ нест. мо ҳамон каса маҷбур намекунем ки бародари азиз аланеву биланев бояд шумо лайк бимонед, аланеву биланев бояд шумо подписатсия бикунед. не маҳқилтай бародари азиз. мехоҳӣ ки тоҷикистона ранги ман бибинӣ. ман мехоҳам ки мисол то синни 18 сола 500 сомонӣ бигирам, дар тоҷикистон свет боша, дар тоҷикистон ҷои кор боша, маоши хуб духтар дошта боша, зиндагии хуб боша. як маоше боша ки дар он маоше ки ту дар тоҷикистон кор мекунӣ лоақал 10 солда ту беғарзи дар хонат зиндагӣ мекардагӣ бо як пасандозе дошта бошӣ ки лоақал 5-10 солда ту як хона харида битонӣ. агар мехоҳед ҳамин хели барномаҳо ки дар тоҷикистон пиёда бигарданд, бародарони азиз моро дастгирӣ бикунед. ҳадафи мо озодии миллатай, ободии миллатай, ягон чизи дигар нест. олӣ мебироянд ривошона дар ин моҳи бузург сиёҳ мекунанд ки мухолифон намедонам бо соли 92 мехоҳанд. 92 ҳамин раҳмонов мехоҳад. мардум мо дар гиҷо тиру тӯб дорем. шумо дар гиҷо диде ки мо мухолифин дар ягон ҷо тиру тӯб дорем. тиру тӯб дар раҳмонов ай. ҷанга раҳмонов мена. раҳмонов агар бирава ин просто пагаи хеза вакин ман истеъфо додам таваккалтум ба худо. ягон ҷанг меша ё ки пагаи раҳмонов мемира. баъд ҷанг мешава ҳаминҷа. ягон чӣ намеша. ба ҳамин хотир бародарои азиз خب دوچلند اومد برفت. دوچلند یک نفر اومد و فیلم که اجازه دادگی نبود برفت. خب برادران عزیز کسانی که میخواهید صحبت بکنید وارد استودیو شوین فکر نظرهاتون بگین یا که اگر یگون چیز باشه اینا ما را با 92 میترسونن. برادر عزیز یگان محل دیگه 92 نمیشوه. این مردم میدونه که ای جنگ چی نتیجه میگیره. ما تنها میخواهیم که رحمانوف نباشه خلاص. ما رحمانوف نخواهیم جنگ میشوه در تاجیکستان. اگر نه значит تاجیکستان دموکراتیا نیست. ما میخواهیم که تاجیکستان دموکراتی بگردونیم که هر کس بتونه نسبت رئیسش، رئیس ناحیه‌اش، رئیس ولایت، رئیس جمهورش، رئیس شهرش یگان چه گفته بتونه. اگر کمبودی را میبینه خاموش میسته این جنایته. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه ما را دستگیری بکنید. خب برادران عزیز کسانی که میخواهند صحبت بکنن وارد استودیو بشین. اینجا برادر عزیز یک نفر اومد دوچلند و فیلم اجازه دادگی نبودی خودت برو آمدی من نبرو آمدم. به همین خاطر بیای فکر نظرهاتون رو بگین. خب 1 دقیقه خب خب برادران گرامی قدر امروز یگان کسم افیرم نداره. من نمیدونم که مردم ما امروز یا که وقتی مناسب نیسته. من راستش
راستش حیران میمونم. من هر در وقتا رو علش میکنم که مردم قطعی بیام یک صحبت بکنیم. خب وقتا رو علش میکنیم که با مردم بیام صحبت بکنیم. ما را 500 نفر زیاد نمیبینن. من حیران میشم که سحر هم میخزی افیر میکنی همین 400 500 نفر است، بیگه هم عبیت هم که یکی نباشه. وقتی مناسب برادران عزیز میتونه در کامنت بنویسه کدام وقتا مناسب است. انشاءالله که ما همون وقتا روزای شنبه برنامه خود رو میگذاریم. اینش برای که روتا سیاه یادی بدبخت خرام. همین من نفهمیدم که درباره کی نویسته. وقتی که می نویسه خواهش میکنم که در همون یک ادرس بنویسه، نامی همون نفر. روت سیاه این کی را گفتی، چی را گفتی تو؟ من حیران میشم. خب سردار سلام علیکم. خب ایمیا سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. شما صحبت خوب است یا قسمتون خوب است؟ تشکر الحمدلله خوبه. آقا جان اونجا شما تماشا کرده ایستم، من برنامه شما تماشا میکنم که پس یعنی که وقتا برنامهش مثلا بشه من میدونم تماشا میکنم و لایک فراموش نمیکنین، کامنت نمینویسین، لایک میکنین کامنت نمینویسین. یا آقا جان این مردم میخوام اگر صد بار بگوی نگویا که یا باور نمیکنن میترسن. کدام آدم امی پرزیدنت امریکا بوج 100 بال آواز نگیرید. انتخابات دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا در انتخابات 100 بال آواز نگیرید. پسری باشه 100 بال آواز گرفته. بله خیلی متاسفانه همین خیلی وقتی که مردم خاموش میشن اینا دیگه کدام صفر که میخواهن همون بگن که با مردم نشون میدن که ما همین خیلی طرفدار داریم. حاجی اگر همینجا یگان آدم من تماشا نکنه بخشا کما پیش گفتم میگیریم یا مردم نمیترسن چون نبرد مردم ایو میترسه ممکن یا مردم زده. بله خب برادر عزیز شما چی صدای هست؟ من باید نمیفهمم شما را. خب موسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و همه شما و بینندگان همین کانال همه کسا فقط گردک دبیوی باقی انا همه تخم پخم همه قطورای 100%. چی دیگه چی بگم دیگه بابای الماس تشکر زیاد مبارک باشه ایدای شما را هم خداوند روزه و نماز ما را قبول گردونده باشه در این ماه بزرگ. من میندارم که یک هموطن من در آخر برنامه راستش میخواستم مردم تبریک بکنم، نه که یک نفر میبروه به عید تبریک میکنه باور که روغن میگیریم ده. اگه گفتی که از آدمان نیستن چیان هم حالی ارزق پذیده و مثال همه چی داودا دایده اینجا ده که نمیدونم او جای شما در ساعت چنده از همینجا چند کس زنگ زدن میگه که ارزق پختستیم وقت نیست که چی گپ زدن ده با همون خاطر خواهی که باید یک داودا کنیم که ایده. یعنی بعد گفتنی هم که در همون جا گفتن که قوی که همون رحمتی ایش رحمانوف میگه که همین گوده همین کارو میگه ایدگردک در همون مردم عرب نیست. ای مردم همون گودکای عرب آخی گودکای عرب ده که ایدگردک نباشه سطر هسته که آخی او خیلی چی را میگیری اوجا باید چی را اوجا باید خیلی جبس میکنی
و همش کنکریت نگردن یا که ما همو میگن که خر طرفی بار یا بار طرفی خر یا خیلی که ما دیگه حیران شدیم کجا بریم ما دیگه چیکار کنیم. ولی او دیگهش میگه که این تالبندگی اونو اینا نفهمیدن که یا پاکت بگیری در و در خونه مردم بگردی تالبندگی بوده است. او همین این یا خرسندی پروست مردم برای ساقیچی یا پوفک یا تخم مردگی نیست. من اوقات وای نیستم که مردم ما اوقات نودار باشه و برای همین ایت بکنه و با زندگیش به همین پیش ببره. این پروست یا خرسندی یا چخلی که در یک توی میشه و راهی بگم دختردار میبندن و فکرم چخلی و خلی است. مثلا این رسم و رسوم یک چیزه این نه من حیران میشم باید این چیزا باشن. بله باید زپریتید نکرد برای مردم. هرود سیا در نوروزتون ای گوداکو بگی پول بیاریم برای نوروزی تالبندگی نیست خداوند نمیترسه شهر نمیکنه رو تونسیا در ای دکه کس رفت داری خونه تالبندگیشی فقط برای پرده و برای همون پرتا و مرتتون هر روز سو میگیرین شما هم مردم یا بار تالبندگی خودتون فکر نمیکنه رو بکنید یک سیاپت نه پروست نگاه کنید من میخوام که دموکراتی باشه همه چی. نگاه کنید که هر روز 21 تا 29 تا امروزا رقص بازی بود در تاجیکستان نوروزی بود. ما مسلمان ها را نمیگذارن که یک روز عید بکنیم دستارخون 1 متر یا که 1.5 متر زیاد باید نباشه. این دکیجو تغییر میگیره در دولت دموکرات. ما در اروپاییم یگان کس با ما کار نداره دستارخون 12 متر در چند متر فرق نداره. چه کار میکنی مسجد میره نمیره دیسکوتک میره نمیره دموکراتیش این همین آزادی من میخوام. این همین خیلی او آدمایی که نمیدونم خریستیانن مسجد چون خریستیانا میرون مسلمانش باشی مسلمانهاش میرون نمیدونم دیسکوتک راوش دیسکوتک میره. انا این دولت دموکراتی میگن. پروست یک قانون گذاشتگی که همین جاده باید همین رمکه آدمگری نبروی خلاص. یک کسی که بچی دین مذهب توی خدایی و صدقه و چکار میکنه کاری اونه و دیگه. بله انا این خلکی دولت ما میخوایم که همه آزاد باشن. بگذار 1 سال نوروزی بکنن ما را هم اجازه بتیان که ما مسلمان ها ادامه خوب قید بگیریم. این همین قچیز میخوایم. خب تشکر زیاد خیلی آخر گفتنیم که همین روزا نمازی هر یک بنده مسلمان خداوند با درگاهش قبول بکنه. انا فرزندامون عالم قرآن و خدمتگار اسلام در راه راست در راه دین صراط مستقیم نگاه راست توغری کنه و انا همه کسا ایدو خطی مبارک بازم اگر یگان گپی چی باشه بخشش. تشکر زیاد برادر عزیز همه خوبه انشالله. خب خدا نگهبان. خب انا که جا برادر فروخ بعد 7+70 فروخ سلام علیکم. فروخ رحیموف بفرمایید. خب فروخ رحیموف نیست. 7+70 سلام علیکم. برادر محمد اقبال برادر الماس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر الماس داو برنامه گرید هم قدر ما نه تونستم گفتمی بابا الماس گفتم نه در چورنی پافت در چی پافت است. نه در او برنامه من همون سیلکه را گذاشتگی نبودم و یا سیلکه دیگه بوده و آدم را دیگه جمعه برده. ما برادر الماس چی گفتنیم ما الحمدلله مسلمانیم. الحمدلله ما ده عید داریم. الحمدلله رنگی رحمان و عیدی کادو و عیدی سعودی و بردنش میگیرد دیگه. او دهنش خیلی که دهنی او شالپر شوه او برزگو ای پدراش و برد پدرها همین کودکا را برد ترمه کرد مادراش و برد ترمه کرد همین خرسندی همین فرزنداش و کو درجه نمیفراش که بین همین خرسندی همین کودکا را همین برزگو حیوان این بلدوکی بزاد همین کودکا هم میترسه
برادر عزیز صدات کند یا که چه خیلی های؟ خب فروخ رحیموف، سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. سلام علیکم. برادر جان، همین سعیدنیت کشیدن کتی شما به نهایت دشوار، به نهایت قیمت چند بارو حرکت کردم، نتونستم. همین حاضرم بگیم یکی چیست سوچای نمازده در آمدم، نفهمیدم. خیلی به نهایت همین را من فکر میکنم که ما واری آدم ها بسیاری ها که نمیتونم کتی شما پایوست شده به سببی که به نهایت مشکل های. همین را فکر میکنم که یکم ویدیو کده، یکم مثال طرز همین سعیدنی چیدن شکو مقصد با مردم یا فهمونده ویدیو کاراتی که نشون بتین شبی هر کسی که بخواه مثال یا بوریا نگاه کنه. من فکر میکنم بسیاری آدم های هسته که لیش نه شنوشه ما چند تا همین خیلی نقل که اگه گفت زگن که میخواییم گفت زنیم سعیدیش یا نمیتونیم. برادر عزیز نگاه کنید، همین آسانه. همین لینک در زیر کامنت یا که در زیر ویدیو نوشته شده، همین اگر شما کامنتاری بدروی همونجا ذکر ریپیت کرده یا که در زیر نوار هم وقتی که برنامه دورا شب زبانای روسی نداشته، دیگه زبانا بوده بخشش پریوات کردیم، دیگه زبانا بوده لیکن اوجا میدوه بود دیگه چی پیشنهاد میکنم، میدوه دیگه چی پیشنهاد میکنم، میدوه. من برادر عزیز اگر در برنامه‌ای که گذشته بود من واقعا هم همین سیلکه را گذاشته نتونستم، فراموش کردم که من همین لینک در همونجا گذاشتگیم، اونجا در یک رکلام همون استریم خودش میتیه او دیگه جا میبره. اونجا اگر وارد بشه چون جا میبره نمیتونید در استودیو پیوستیده همون خیلی بده. بعدی برنامه من چند نفر رو زنگ زدن که ما نتونستیم در آمده. بعد من اهمیت دادم که من همون لینک گذاشتگی نبودم، من از لینک هم در زیر کامنت هم در زیر ویدیو گذاشتگیم. هم بجقش یگان مشکلی نیست، انشاءالله که پراموی هم استودیو میاره. خب بفرمایید برادر. چی گفتن درست که گفتم که فراموش کردیم بگیم کفام میشه بوده. انا های برای تماشاگران سلام علیکم، مبارکی ایدوی پیش آمد کتی با همه. همین خیلی که این برادرای این شما و دیگر برادرای که میشو چی میکنن همین خیلی سایت ها هوی که اگه گپ میزنن مثال در دل مردم فکر سروی مردم هم میبرونن گپ میزنن. همین دا با مثال آدمایی که در دل میبرن گپ میزنن حکومتی روزای جمهوری تاجیکستان پرابلمشون کده مثال میبرن محکم کده میبرن مثال کش و کش زیاد میکنه. همین هم فکر میکنم که همین حکومت بهتر میشه که خودشون هم همین شما واری یکم تا استودیا هوی کنن، یکم آدم هم وابسته کنن، یکم آدمی که یک خیلی ایوبایی که یک یوریست خیلی درمایه پرمایه دنه، یک آدمی آنچه با قطعه که صبرجت کنه چی گفتن شه، یا آدمی که مثال در یک کارگری خودشون که با دردی مردم که شنوید همه خیلی پریکول کار نکرده و عبدالله رحمه را بمونن و یک آدمی را بمونن که مثال همه آدم مقدادورش کنن که مثال همه هر دردی که مردم میگه همه وابسته به همه کارخونه شکایت میکنه، با همه ساختار شکایت میکنه، به هر چیزی که شکایتش نباشه مثال به همه شکایت به همه جواب برسونه تا به در دل مردم برسن. نه برن جوانو را مثال پشتی پنجره نکنن، نه برن کشمکش نکنن، مردم بر ضد خودشون دشمن نکنن. بله مردم ضرور یکم چیزی همه که یک جایی کنن که در همین مثال با داد مردم میرسدگی جو هوی کنن. یا مثلا اگر در تاجیکستان پراوت بگیره گایی با سر پراوت میره جویش میشه که ایساری توابه تکو او نچل گایی در تاور جد نشدگی که نمیتن در دیگه جوان که اشتبه پول میتی پراوت میگیری که منبع درآمد داره نمیمونه یکم معاون شکی پراوای مردم هم بتن ایسا پول شد بگیره پراوای مردم هم بتن ای نفسی بچه خودش قبیله گیره که با خودش در تیم که جو کیف کنیده میره یه روز دو روز
مثال میشه که از سر میاد تا ابی تماشا غیر از دم لیکن کای بیاد مثال چرا پروات ابتیا چیکار بتا همین خیلی مثال یک مثال عادی ما آوردم با مثل همین اوری بسیار دیگر پرابلمای هست که مردم میره برادر مثال عزیز بردار یک چیز درباره پروا من یک چیز بگم ما انشاءالله که من میخوام که یک نظام بیارم در تاجیکستان که به مثل اروپا باشد اینجا پروات گایی نمیگیره در اینجا خودت میبری اگر یکون اینجا در 3 بار نروشنی خیلی مثال سویتفور است میگذارید مثال 1000 قانون ها داره که همونا رو اگر نروشنی کردی خودت پروات میبری بعد دست پای خودت میبری 3 ماه میتی 6 ماه با خودت میره بعد میگیریش انا او خلکی میکنه که مردم اینو در اینجا من ندیدم من 3 سال شد 4 سال شد در اروپا ماشین نمیبینم من ولی گایی قرار نداده یگان بار حجت من پرویرکه نکرده اینجا کامرای وقتی که ماشین میخری سمو بگیم که تخصمات رو بگیم که همه چیزا رو میگذاری بد میکنی دکومنتی داشته باشی در بعض هست که همین آدم ماشینش دکومنت داره تمام دیگه تر یگان آدم پرویرکه نمیکنم دمو در تای درخت ایستادگان تا ارچه در نمیدونم در پشتی که بجوش دگان رادارشون قطعی نمیمونن که نه رای حلال داریم که مردم درهای ما 80 زیاد حی کردن حرام است اوه هم خیلی در همون 80 رادار زیاد درآمد دارن حسابی چیزی ترانسپورت چی پستاش همه کامرس که منبع درآمد پول بیلی و درآمد زیاد داره چی گایایی که در سایرام ایستادی اگر یک ماه دو ماه همین پول پستا و همین گایی پای را جمع کنن هموها راهی را که پست خود جمع کنن در خودش یا ماهاش بزنن 5 سال دیگه همورا هم مردم در چی میکنن خدمت رسانی میکنن یکی نمیکنن اگر یه راه حساس کنن مثلا همون چقری راههای ما با پاوراتش بسیار حساب پاورات چقریش بسیار همین صدمه ها حساب هم میشه مانیور میکنن اگر هم راه راست باشه مثال با اسکورس معین کردگی کجا میره جناب ایشالا هیچ که کنترل نمیبره همه ساعت توجه میشه تشکر خودیرو بعض راههای کردیسن اون که راه کردیسن ساختیسن راههای نو کردگی نه همون راه ها رو میبینی به فکری مثال همین روزی ها و پگاش که فکر نمیکنن که داشت همیشه روز در ماشین مثال نقلیاتی چی بینی ها زیاد شدگی پروکوش ریسه راههای بوری کردگی که بسیار تا پس دیگه همون راه ها در دیگه ما جا نمیابیم پروکا بینی ها زیاد میشه و آیا که همین سوکادش یا مورا همون بسیار پلاسه دیگه زیادتر رشکن یا 10 سال دیگه درسته ایمان نکنیم خواهی که این حکومت است این کار نمیکنه که بعدی سر این با این میلاد یکون چی بمونه بعدی سر این تنها با این میلاد قرضش میمونه این همیقه چیزای ناتمامش مثال راغون دور شوروی سرکردگی راست کردنشه تا حاضر اینا نتونستن که یک راغون بسازن خب توکلشون به خدا برادر عزیز یا جهان تشکر برای تبریکاتون اینجا چند نفر هست همینا را قبول میکنیم انشالله که ما را پس اون بعد خداحافظی میکنیم بله برادر جان ناخوانیم و شما برای کار و باری ها باری ها مبارکی ایدو شما را ایداتان مبارک باشه خداوند نگهبان همین گفتگی من برادر جان یک بار فکرش یک یا شاید من نفهمیدم مقصد با مسئله همین تایید چیزا نداره در چیز شما تمام انشاءالله که میبینیم پس میشیم خب برای خب سلام علیکم موسفید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ایدای آمد استادگی کتی تشکر بچه خوابتون بود چیه همه شنونده را از صمیم دل تبریک میگویم نه من کتاب خونده استادم با یک جای برای مقدر وای نکردم نگاه نکردم چی گفتنی هم من همین تبریک کردنی هم اصلا به همین عید فطر تمام شنونده های تاجیکانه
تبریک کردنیم. بعد من چی گفتنیم؟ در حقیقت همین نوروز این یک ایده که این کلندر قمری از دوره چی اومدگی یک عرف و عادتی، نه فقط عرف و عادت، این علم جهانی درست. لیکن ما که دین مسلمان داریم، ما باید که اول در حقیقت رقص بازی را یک سو مونده. من امروز تمام شد نوروز. اگر پگه یک روز همین نوروز میکردم همراهی عید رمضان ممکن بود. لیکن رقص بازی هایی که خیلی که شما میگید، این هم به اون شخصانی که اشکمشون سیر باشد مجبور نکنند، خیزند از تحت دل میل رقص کنند، بازی کنند، سرود خونی کنند، در وصف عید رمضان گپ زنند، در وصف نوروز گپ زنند، من طرفداری میکنم. لیکن گپ در سر همین که ما اگر مسلمان حقیق باشیم و دموکرات خواستنی باشیم، به یگان شخص ما باید که کردوری نکنیم که دینی وای دیگر وای مسلمان نیست گفتن. چون که مسلمان بودنی من خدا خودش میدونه. مسلمان بودنی من اگر خدا قبول کند من مسلمان میشم. اینا از خاطر نبرید. مسلمان گفته اون شخص میگوید که دلی مهین دارد، دلی که انسان پروری دارد. در مابین دیگر دین و دیگر چیها هم هستند، لیکن ویا خطاکارند. کافر نه، خطاکارند. چون که در حقیقت کتاب قرآن کتاب آخرینی که از جانب خدا فرستاده شده است، قبول کرده شده که محمد صلی الله و سلم پیغمبر آخری زمان. ما به همین چیزا تن میتین، تقدیری ما همین. اکنون من به شما میگویم درباره نوروز این یکی از کلندر قمری بوده. از 21 مارت دیگر روزه نمی شود که برای رجوع اینش نقص فهمیده مونید، برای رجوع روز برابر می شود. بعد از این دراز می شود. یعنی اینکه تمام عالم نباتات هم، عالم زنده هم، даже حیوان ها را بینید پشم بدنشون پرتفتنه از همین روزا سر میکنند. بعد بعضی خطاکاری میکردگی مسلمان های ما همین که عرف عادتی گذشته خدا ما را ترک میکنیم. خیلی که انا در همین چی هم ایتگردک من میکنند، یا برای بچه ها یک خیر خدایی یک توی کرده، توی بروید، بچه ها گفته یک برده نان یا یک مغز آش دادن، هشه گرفتند. این کارای نغز نیست. چونکه همه کار در کودکی در خاطر میموند. من علال خصوص در کودک، من گدا نیستم، من طلبنده نیستم. ما هم گردک میکردیم، ما هم میرفتیم بلند شعرخوانی میکردیم برای مردم، دعا میگفتیم در همین شعرهای میخوندگی ما. بعد نسبت موسیقی اگر انسانی که علم دارد یا چی دارد موسیقی حرام میگویند. موسیقی حرامیش در همین که اگر در همون موسیقی یگان حسیات از رامکه بیرون داشته باشد. اگر گویم که عاشقی خوانند که و یا گناهگار نیستند، اگر شعر عاشقی خوانند که و یا گناهگار نیستند. عاشقی نه فقط تنها عاشقی خدا میشویم. اگر عاشقی نمی بود شما فرزندتون به بغلتون نمی گرفتید، چون که شما عاشق فرزندتونید. شما زنتون به بغلتون نمی گرفتید فرزند پیدا نمیشد. این چیزا امر خدا همین است و برای انا همین چیزا به رمکش انداخته شدگی. از من شما میخونم
از سوره یاسون از آیت 37 تا 40 خوانید بینید در انا همون شما فقط گلوبکو یعنی که چقر خوانده شود در اینجا همین چیزا گفته ایستاده است که هم آفتاب به مدره خود می رود هم مهتاب به مدره خود می رود که آنها با همدیگر وا نمی خورند شب روز می شود روز شب می شود لیکن جایش عوض نمی شود 21 مارت شب روز برابر می شود جاش امر خدا این امر خداست از آیت 37 تا 40 چقر خوانید روی که نخوانید قلف فلک هست در همینجا یک کلچی قلف فلک انا همین اگر گردانید 7 قبطی عالم این زمین آسمان یوپیتر و چی نه 7 قبط خیلی که در قرآن کریم می آید 7 قبط عالم هست انا همین چیزا آمده شدگی بعد ما میگردیم آمنت بالله و ملائکاته و کتبه و رسوله گفته با اخلاص میکنیم وقتی که ما کتبه گفتگیش این همین 4 کتاب خدا را گفتاده 4 کتاب خدا را گفتاده است عرف عادت پدر مادر آن شخصی که عرف عادت پدر مادر را از خاطر میبرارد و انسان به دروازه انسانگری به مسلمانگری نمیگویم به دروازه انسانگری نزدیک نمیبید حال میبینه در روسیه در دیگر جاها بچه ها قطعی بچه هاشون زبان روسی گپ میزنن گوید که ای بچه خطا نکن تاجیکی گپ زن اینو در همین سعدیک در همین بچه ها یا در مکتب زبان روسی را یاد میگیرن زبان روسی زبان تاجیکی به کی در کار میبره زبان تاجیکی در یک وقت فرهنگ عمومی جهانی بود این فرهنگ خودی یونان های هم آمده آموختند که همین ایستک نیوتن شما کتاب خیام گیرید در کتاب خیام 3 قانون ایستک نیوتن همچو استخوان شعر نوشته شده است که عکس تاثیر همین عکس می شود ها مردم آن شما همین کتاب قرآن که می خونید فقط یک طرفه نخونید چقر خونید همچه یک دو نفر هستن اینا رو قبول کنیم صحبت کنیم چی گفتی؟ رمضان مبارک تشکر مایل لیکن خطا نکنید خطا هیچ وقت شما وای توجیکوه وای نکنید مبارزه همین که اگر شما غلام خودتان نباشید شما را یک کس دشنام کرد برای چی یک تا همون وای کریسپاندن دختره 180 تا ماده برآمد یک تا نر برآمدگیش نخستید یگون مرد در اینجا من هم بلند گپ میزنم در رادیوی دچو مردم باید که خیزند مردم چی یک همسایتون گرفته میبرد یا یک دیگر فروشی میکنید کازیول میگوید بوز یعنی اینکه شیطان تومی شیطان تومی بوز برای انا همین ما هیچ وقت آزاد نمیشویم حرکت کردن در کار که از غربت آزاد شود آدم آزادانه زندگی کند سخنش گوید شنود اگر من پرزیدنت باشم اگر من دشنام کنید من برده شما محکم کردنم به حقم نیست من برای چی من به برده است محکم میکرده است من دپوستیم دشنام نمیکردم من از حیاتم میمونم از روزگارم فرزندم سرسام میشود 2 کودکی وای چی میشود 2 کودکی بیچاره چی گفته است وای یگون دشنام کرده است یا یگون کاری بیهوده کرده است دستگیری کنید یا دیگه کمک کنید من برید گور کنید لیکن خودتان آزاد کنید مردم مالا دشنام کنید هم مالی انا همین انشالله دشنام نمیکنم رحمت اینجا یک چند با عیدتون عید مبارک بود تمام قبول کنید تشکر مبارک باشه خب اگر سیاست یا چه صحبت کنن
خوب بوده. سلام علیکم، بفرمایید برادر سعدی. و علیکم. نازه سوزن. تشکر. میگم یک کاری کردن نکنه، سیاست هم سیاست گوزن نکنه، یک کاری در تاجیکستان کردن نکنه. بله، امروز ما متاسفانه دعوت داریم، مردم میخوایم که بیای صحبت بکنیم، بنویسه، یک کار بکنیم که یک جا بشیم، یک کار کرده بتونیم. خیلی ما کس نفرها نه که کمان این قوادمی که من میخواهم کمایی که برای وارد تاجیکستان شدن یگان مبارزه ای که بگیم سریوز نبردن، این نفرها کمان. به همین خاطر من تاجیکستان همه آدم‌ها تشکیل کردن نکنه. برای همین خاطر ما میخوایم که در مهاجرت ما باید تیم ساز دعوت بکنیم، ما باید بله بشناسیم همدیگری. اونا که پگه رفتیم با این و اونا چاپلوس گفته تا همونجا دست بگیریم به همدیگر نشیم. به همین خاطر باید ما در بیرون آماده باشیم، پس هم وارد تاجیکستان بشیم. او که ما میتونیم یگان کار بکنیم. بازی مردم تاجیکستان مثال 1000 نفر اگر یک گپه باشد و بخیزه، این مردم تاجیکستان رنگی مردم هندوستان هایی که یگان گپ باشه در بیرون میبرویند دیگه قطعی هم مردم یک جایه میشوند. مردم ما تیز جمع میشود، پراست همو تشکیل میکردگی هاش نیست. برای همین خاطر ما میخوایم که ما تشکیل بکنیم این چیزا و بعد مردم در تاجیکستان با ما بپیونده. بعد ما هدفمون در اینجا بگیم به مردم که ما میخوایم که بیایم رحمان و بریم قپیم بریم زندان بکنیم، ما چی حکمت برای شما میاریم. این چیزا باید مردم ایدا باید بدونه که این مقصد ای رحمان فکر زندان کردن نه، اول آدما رو ساختن در کار، همون خالی کردن در کار، بعد فکر زندان شو میکنیم. شب همه آدمایی که باشه که جمع شوند، همه فکر بکنن، فکراشون استفاده بردن در کار. فکر اساسی همین که با همدیگر نزدیک شدن در کار، یکدیگر را دستگیری کردن در کار، با یگان همون پاره‌خور یک سوم پاره دادن در کار، نه که این گناهی عظیم. شما تربیتگری آدم‌های از خدا گشته همین تاجیکستان اکثریت همه گناهگاریم. برای چی؟ از ترس ما جریمه هم میتیم، خوشامدگویی کرده پاره هم میتیم دیگر. شما باید که بلند گپ زنید. آدما را جمع کرد، برای آدما را جمع کردن انا همین خیل از همین یکم وا خوردید، شما را یگان چیز طلب کردن مردم به گیرتون جمع کنید، مردم یادیگریش نفروشد، دوزی نکند. انا همین وقت نشد. فقط یک فکری خط میخوای گازنی تمام فکر دیگه آدما رو گوش نمیکنی. نه این فکر شما هم گوش میکنم، حتما گوش میکنم، حتما گوش میکنم. نگفتید فکرتون که من گوش کنم. آخر شما فقط گفتید آدما رو جمع کردن. ای سرود گفتیسی، ای خیلی گفتیسی. اول آدما رو جمع کرد گرد اطراف خطه. اول یا آدما رو برای سرود و خیلی من نکرد. با چیزی میکنن در گرد مبارزه باشن. بدگی گپ. لیکن برای هر یک انا همین اگر شما مخالف بیایید، برای همین سرود برای دیگر چیز مخالف بیایید، مردم گیرتون به جمع کردن نمیتونه. چون که مردم میگویند که این همین رنگ افغانستان فردا همین مادرها با هم جور میشد، دخترها با هم جور میشد. این فکر میکنم. او صدبان وقتی دولت گرفتی با خودت هر کاری میخوای بانک میخوای مردم هیچ کارم نمیکنید. شما مردمی میکنید. دولتی مردمی باید که باشد. هر کار نمیکنید. شما حال دولت نگرفته هر کاری که میکنی گفته استادید. همین مردم چی خواهد همین نمیکنید. من مردم گفته سام ترى شما خمانی نمیسال
سیاستمدارا رو میگفتم مردم چه خود میخواد خودش گوش نمیکنه، میخواد اسلامی میکنه، میخواد که چیزی میکنه اختیار خودش داره. آدمای دانشمند در گرد دولت در گرد خالی حکومت جمع میکنی، دانشی و رو استفاده میبری. نیم که فقط بیای بگی برای سرود برای ایش میکنی، این نمیشوه. دانشمندا رو جمع کردن در کار، انژینیرها، همه چی رو جمع کنی، فکراشونو استفاده میبری. اول حکومت ساختن در کار که آزادانه باشه، بعد انجینرها هم میرن کار میکنن، معلم هم درس میکنن. اول حکومت ساختن در کار که آزاد باشه. معلم بیچاره در استرویکا در روسیه در تگی دانشمندا رو باید جمع کردن در کار، بعد آزاد میشه. انشالله همش میشه. دانشمندا رو برده محکم کردن، برای چی جمع نکردیتون؟ پراکنده کردید. همه تورما ها و دانشمندا محکمند. این چند سالشی خود در چند سالشی در روسیه یا که در دیگه دولت؟ یه برادر من همین یکم بر اومدگی، من همین وقتی که دیدم که همین خیلی مردم بوزی سر کردن، بردن 3 مرتبه من محکم کردن. بعد پدرم گفت که بریگادیر شوی که من راضی نیستم. گفت بعد من بر اومدگی من میدونم این افسانه های شما، من میدونم که در وقتی که دولت سوویتی غلبه کرد، بچه های داملاها اتئیسم علمی نوشتن. من پیمنای میگویم، همون بچه داملا این در خون انسان همین خیلی چاپروسی هست. فهمیدید؟ شما قطعی که گفت زدید. من میدونم که دیرکتوری مکتب ها، رئیس های کارخانه ها بچه های داملا های کلام بودن که کمونیست شدند و بعد بچه ها به ماه رمضان رو برای روزش شکستن قند دادن. من میدونم همین چیزا را. من 70 بار رفتم. ای گپا رو به من افسانه دروغ نخوندن در کو. من گریخته اومدگی ممی که مردم گفت که به من چی؟ من کی بودنم از کجا تو میدونی؟ حاضر ندونسته همونقدر گپ زدی. من کی بودنم از کجا تو میدونی؟ من چند معلومات عالی دارم، چند زبان دارم. تو از کجا میدونی؟ با فکرای تو خواب رفتگی دیگه. فکری تو خودت خواب رفتگی بچم. بیدار شو. اگر همین شما بیدار میشدیتون من غلام نمیشدم بچم. شما من با هم پریزیدنت شوید و مردم آزار ندید گفته داد نمیزدم. همون پرزیدنت شدن حال خیلی وقت حال این قدر سیاستمدارا هستن پرزیدنت شدن. ما که جا پرزیدنت میشه انشالله میشید بچم، انشالله میشید. فقط برای شدن هوشیار شدن در کار، کمتر غیرت کردن در کار. هر یک فردی تاجیکستان حقوق پرزیدنت شوی دارد. هر یک فردش، نه هم زن هم مرد، اگر عقلش کلی باشد. 32 سال شده ما همین تولد چی دیگه یک تا یا بوده میبینم یا بوده نبینید. شما مسجد بینید. مسجد به وقتی که همون دامولای کلانتون دست میبردارد آمین گوید برکه همین پریزیدنت تیاد همین در پناه اسمتش نگه دارد گفتن سواست بلند کرده میگوید که ای مردم یک انصاف هم طلب کنید از همین پریزیدنت، بعد شما دامولا میشید. فهمیدید؟ انا این خیلی برادران گرامی قدر بیا خطاگی مردم گذشته را گوزنم. برادر عزیز بیا تبریک کنیم مردم با ایدی می اومدگی پسو خداحافظی بکنیم. با که وقتم دمو وقتی افطار میشوه. برادر از من رنجور نشوید. برادر از من رنجور نشوید. التماس من از شما عذر میپرسم برادر. شما کی هم نباشید من نمیشناسم از پشت پرده، لیکن عذر میپرسم.
مرد باشه با کوگرکی مردک نگوز میگویم. هیچ وقت خفه نمیشم. خفه نشوید، خفه نشوید. ما هر روز نماز میخونیم، چقدر خفه میشیم همدیگرمون. نه خفه نشوید، هرگز خفه نشوید. این دنیا برای خفه شدن نیست. ما برای شما سلام میتونم، میگم برادرای صالح هم ده رحمت منم همینطور سلامت باشید. بله تشکر زیاد. خدا نگهبان. خوب خدا نگهبان. خوب برادران گرامی قدر، باید تشکیل کنم. کی برنامه داری با؟ انشالله که هر روزش خیلی میبینم ده وقته، ولی اگر رمضان بود نمیتونستم برنامه کرده. انشالله که ممکن یه روز پس یا که روزای شنبه میمونیم، یک میخوام که همین مردم یه روز مردم به قبل بکنم ده کدوم روزه که باشه و هم روز انشالله که برنامه را شروع میکنیم. یا تشکیل که یا خیلی تشکیل میکنیم یا آدمور تشکیل کردن نکنه همون خیلی کردن در کار. ماله در امان الله باشه. ماله خداوند نگهبان. خب برادران گرامی قدر، ما را تا 500 نفر تماشا دارم. برادران عزیز آبونه شدن فراموش نکنید، بمونه لایکاتون دستگیری بکنید. ما را برادران عزیز، دستگیری شما پیشروی ما برادران عزیز. خب چی گفتنیم برادران گرامی قدر؟ دعا میکنیم که در شبای آخری رمضان که خداوند روزه و نمازی خواندگی ما را قبول بگردونه، مشکلی های ما را آسان بگردونه، ظالمان را که در سری قدرت هستند اینا را نابود بگردونه. برادران عزیز دعاگو باشه، بی‌طرف نباشه. دعای ما این سلاح ما هست. ماه بزرگ است، بیگاه عید است. دعاگو باشه برادران عزیز که خداوند ما را همه این مشکلی ها رها بگردونه. همه خیلی گفتنی بودم. انشالله که در برنامه های آینده انشالله کمی طولانی تر صحبت میکنیم. رمضان بسیار صحبت کردن نمیتونم، حلقم خواب میشه. اگر نفرهایی که استریم میکنن اکثر خوب درک میکنن، باید آب بخوری وقتی صحبت میکنیم، غیر صورت دیگه باور که حلقت خواب میشه. انشالله که تا برنامه های دیگه شما را به خدا میسپارم. انشالله کار میکنیم که به منفعتی همین ملت، همین سرزمین تاجیکا باشه. برادران عزیز بازم میگم که در آخری برنامه ما را دستگیری بکنید. دعاگو باشه در حق ما را شما را مبارکبایی میکنیم بر ماه شریف رمضان، بر عید می آمدگی فردا شما را تبریک میکنیم. خداوند یک عمر طلبای شما خنده باشه و دلاتون بیغم باشه. همه چیز آرزو داریم ما برای هر یک شهروند تاجیکستان. به همین خاطر برادران عزیز بازم میگم که دعا را در حق بنده فراموش نکنین. دعاگو باشین نسبت یکدیگر که ما را خداوند پیروز و مؤید بگردن. خب تا برنامه های آینده، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.